به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت همراهان پیج علم ورزش آندرلاین آی آر. در اول طبق روال این نکته رو خدمتتون عارضم که هدف ما از جمع آوری این مطالب صرفاً افزایش آگاهی شما عزیزان هست و ما هیچ گونه توصیه و پیشنهاد به مصرف و فروش نداریم. خب، استروئیدی که امروز قرار هست پیرامونش صحبت کنیم تستوسترون سیپیونات و یا به اصطلاح که حالا داخل عرف و باشگاه ها رواج داره سایپیونات هست. هم اسم رو به صورت فارسی آوردم، هم متن لاتینش و انگلیسیش رو که تلفظش رو ببینید. ولی امروز پیرامونش که میخوایم صحبت کنیم من از همون اصطلاح سایپیونات به کار میبرم که بچه ها اشتباه نکنن، که خدا مثلا نگن که فرضاً دو تا استروئید متفاوت هستن. نه، یکی هستن ولی خب تلفظ درست سیپیونات هست، ولی چیزی که رایج هست سایپیوناته. خب، در اول فرمول شیمیایی این استروئید رو مشاهده میکنید C27H40O3 و در پایین اون هم فرمول مولکولیش رو براتون گذاشتم که میتونید به راحتی مشاهده کنید و با ساختار مولکولیش آشنا بشین. خب، در اول تفاوت سیپیونات با تستوسترون سیپیونات یا همون سایپیونات با انتات، نحوه ورود به گردش خون و مقایسه حجمی که سیپیونات و انتات به ما میده و برای ما همراه داره رو براتون بگیم. خب، در اول تستوسترون سایپیونات یک استروئید مشتق شده از تستوسترون هست و تنها تفاوتش با انتات اینه که یک کربن بیشتر تو ساختمون خودش داره. یعنی شما اگه بیایم فرمول مولکولی قبلی که مشاهده کنید فرمول شیمیاییش رو، فرمول شیمیایی تستوسترون سایپیونات C27H40 و O3 هست، اما تست انتات یک کربن کمتر داره، یعنی تست انتات میشه C26H40O3. خب، استر سایپیونات در ساختمان این دارو باعث شده به آهستگی و به طور پیوسته وارد سیستم گردش خون بشه. این تأخیر در ورود تستوسترون آزاد به خون باعث میشه شدت استروژن‌زایی و آروماتیسم با تأخیر بیشتری صورت بگیره. همونطور که سابقا اشاره کردیم، افزایش یکباره تستوسترون خون باعث فعال شدن آنزیم مبدل تستوسترون به استروژن میشه. این نکته رو خیلی خوب گوش بدید، من یه بار دیگه خدمتتون میگم. افزایش یکباره ناگهانی تستوسترون در خون باعث فعال شدن آنزیم مبدل تبدیل کننده تستوسترون به استروژن میشه. از این رو در قیاس ما با تستوسترون انتات میبینیم که حجم حاصل از سایپیونات یا همون سیپیونات تراکم کمتری از آب و املاح به همراه خودش داره، حجم احتباس آب کمتری داخل بدن ایجاد میکنه و به اصطلاح خشکتر از انتات هست. تستوسترون سایپیونات یه مقدار خشکتر از تستوسترون انتات هست. مورد بعدی که میخوام خدمتتون عارض بشم میزان اوج فعالیت دارو هست. میزان اوج فعالیت این دارو پس از 24 ساعت از تزریق، 24 ساعت بعد از اینکه اولین تزریقتون انجام میشه، خب تا 48 ساعت تو اوج خودش باقی میمونه و پس از اون تقریبا به مدت 2 هفته در سطح متوسطی هست. 2 هفته‌ای که میگیم طول عمر دارو حدود 12 روزه و به مدت این 12 روز در سطح متوسطی قرار داره این دارو. هشداری که اینجا براتون آوردم و به شدت مهمه، معلل خصوص برای افرادی که قصد مصرف سایپیونات یا به اصطلاح درست‌تر سیپیونات رو دارن. سیپیونات مانند سایر مشتقات تستوسترون، اول از همه من اسلاید رو براتون بخونم. آروماتیسم مناسب برای کدوم رشته ورزشیه و وقوع عارضه ژنیکوماستیا یا همون ژنیکوماستی.
سیپیونات مانند سایر مشتقات تستوسترون میل شدیدی به استروژن‌زایی و تحریک آروماتیز داره. از این بابت حجم حاصل از مصرف اون نمیتونه حجم با چگالی با ارزش عضلانی باشه، یعنی همون با چگالی خشک عضلانی با کیفیت عضلانی باشه و به همراه احتباس آب و املاح و سدیم هست. خب این اثری که میبینید وقتی که میبینید احتباس آب میکنه، خب همینطور افرادی که حالا متوجه هستن و خود حالا بچهای مسابقه‌ای و قهرمانان و مربی عزیز میدونی که دارویی که احتباس آب و املاح و سدیم داخل بدن داشته باشه اصلا برای فواصل مسابقات حالا بدنسازی، پرورش اندام و زیبایی اندام مناسب نیست. برای فواصل قبل از مسابقه، نزدیک به مسابقه، داروهایی که احتباس آب و املاح داره مناسب نیستن و سایپیونات هم از این دسته داروهاست، چون توی بدن احتباس آب و املاح و سدیم میکنه، برای قبل از مسابقه و نزدیک مسابقه مناسب نیست.